وقتی که ما به دهه پیچاندر ناحیه ورزاب اومدیم با یک نفر آموزگار آشنایی پیدا کردیم که از یک ناحیه دوردستی ولایت مختار کوهستانی بدخشان از ناحیه شغنان هستند و آمدن و در این دهه کوهستانی ناحیه ورزاب البته درس میکنند. سابقه کاری ملک 25 بالا شده قطعی شاگردان درس سبق مختلف دادم. کاری من از خود ولایت بدخشان ولایت مختار کوهستان بدخشان شد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 44 ناحیه شغنان اینجا سر کردیم. فعالیت کاری ما در بعد ختم دانشگاه سال 2000 وقتی که دانشگاه دولتی شهر فارغ با نام دانشگاه نظرشاه ختم بودم، فعالیت کاری در این سابقه یعنی در این کسب آموزگاری سر کردم. با دستگیری مدیر معارف ناحیه ورزاب معاونشون و دیرکتور مؤسسه یگان مشکلی دچار نشدیم. و سال آینده در نقشه‌مان است که سال آینده انشالله شاگردای بهترین تا سطح جمهوری برآمده می‌بینیم. البته قید کردن در کار است از طرف پرزیدنت کشورمان اساسدار سال وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و همه طرفان دقت خود را به ساحه معارف خیلی جلب کرده بوده هستند و سال معاش آموزگاران معاش ساحه معارف سال زیاد شده است. ان کوشش میکنیم با شاگردای تیار کنیم که در آینده کسب آموزگاری را دوام دهند.